أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شدید. سوره مبارکه ابراهیم هست. ابراهیم علیه السلام شخصیتی هست که مورد پذیرش و قبول همه هست. همه گروه ها و فرقی که در اون زمان بودند، در ابتدا و در صدر بودند، مسلمانان، مشرکین، یهود، نصارا، همه ابراهیم را به عنوان یک شخصیت مسلم می دانستند. لذا در این سوره چون که ذکر ابراهیم علیه السلام هست و جریان بنای کعبه توسط ایشان و همچنین توحید و یکتاپرستی ایشون و دعا و مناجاتی که ایشون کرد، چون مطالب مهمی درباره ابراهیم در این سوره می آید و ابراهیم خودش چنان شخصیتی هست، این سوره نامگذاری شده به نام سوره ابراهیم. لذا ابتداءً مناسبت این سوره و ربط این سوره با سوره های گذشته، اون چیزی که در گذشته خواندی تا سوره یوسف علیه السلام اثبات مسئله توحید بود با دلائل عقلی و نقلی، که آخر در سوره یوسف علیه السلام به وسیله دلیل مفصلی همه چیز روشن شد، واقعیت مشخص شد که نافع، ضار، مدیر، مدبر، متصرف، عالم الغیب فقط و فقط الله عز و جل است. اما در سوره بعد از یوسف تنبیهاتی و تذکراتی درباره همون موضوع توحید داده شد. حالا در سوره ابراهیم این مطلب را میخوانیم که معاندین هنوز قبول ندارد، با این همه دلائل، با این همه جزئیات هنوز معاندین تسلیم نیستند در مقابل توحید. لذا برای اینکه اینها بفهمند، برای اینها وقائع بیان کنید، وقائع دنیوی و اخروی، یعنی تذکرات و حوادثی که مربوط به دنیا و آخرت هستند، در حضور اینها بیان کنید تا اینکه از شنیدن بعضی از وقایع انسان میترسد و در مسیر راست و در مسیر حق قرار میگیره. لذا در سوره ابراهیم بیشتر بیان وقایع هست، بیان این حوادث هست، چه این حوادث دنیوی باشند و چه این حوادث اخروی باشند. و حتی به موسی علیه السلام اینجا گفته شده و ذکرهم به ایام الله، این ایام الله هم وقایع هستند، به وسیله ایام الله تذکر بده، به وسیله ایام الله بیم بده و بترسن.
لذا بعد از اثبات دلائل، اثبات توحید به وسیله دلائل متفاوت، حالا در این سوره بیان وقایع هست. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناه الیک ای هذا کتاب، این کتابی هست که ما نازل کردیم به سوی تو. تفسیر کشاف میگه که کتابون منظور از کتاب این سوره هست، یعنی این سوره را ما نازل کردیم. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تا که مردم را از تاریکی ها، مقصود نزول، از تاریکی ها بیرون کنی و به سوی نور راهنمایی کنی. به اذن ربهم، یعنی با توفیق رب راهنمایی کنی به سوی رب، به سوی نور. الى صراط العزیز الحمید الله الذي له ما في السماوات و ما في الارض، به راه آن ذاتی که غالب هست، ستوده شده هست، یعنی الله، آن اللهی که تمام تصرفات آسمانی و زمینی مال او هست. و ویل للکافرین من عذاب شدید، این تخویف اخروی هست. کسانی که قبول ندارن، کافرن، منکرن، هلاکت بر اونها. هلاکت و ویل یعنی چه؟ یعنی عذاب شدید، من بیان ویل هست. کفار در این آیه چند ویژگی برای اونها بیان شده. اول اینکه عیش دنیا را بر عیش آخرت ترجیح میدهند. حالا خیلی از مسلمان ها هم هستند که زندگی دنیا را بر زندگی آخرت ترجیح میدهند. اونقدر که برای آخرتشون، برای دنیایشون تلاش میکنند، 10% اون برای آخرت تلاش ندارند. ولی خب فرقش اینه که کفار به آخرت اعتقاد ندارند. کفار به آخرت اعتقاد ندارند. به این دلیل هست که الذين يستحبون الحیات الدنیا علی الاخره، میپسندند حیات دنیا را بر آخرت، یعنی ترجیح میدن، سعی میکنند که حیات دنیایشون آباد بشه. دومین صفت کفار و یصدون عن سبیل الله، از راه خدا باز می‌دارند. مریضی اولشون ضلال بود، مریضی دومشان اضلال هست، یعنی خودشون هم گمراهند، دیگران را هم گمراه میکنند. و یصدون عن سبیل الله، چگونه از راه خدا باز می‌دارند؟ و یبغونها عوجا، در آن راه خدا میطلبند کجی را، انحراف را. منظور چی هست؟ منظور اینه که شبهاتی ایجاد میکنند، شبهاتی را مطرح میکنند که به وسیله این شبهات انحراف ایجاد میشه، کجی ایجاد میشه. بله، عرض کنم خدمت شما که در همین و یبغونها عوجا داخل هستند اون علماء سو و اون ملاهای خرافاتی، پیشوایان خرافاتی که موجب گمراهی مردم میشوند، به خاطر اغراض و هوای نفس توجیه میکنند، تأویل میکنند. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود که من بیشتر که میترسم در امت من از همین نوع ائمه مضلین تعبیر فرمود. ان اخوف ما اخاف على امتی من الائمه، على امتی الائمه المضلین، بیشترین چیزی که من میترسم از همین پیشوایان گمراه هست، گمراه کننده، که فرمود یبغونها عوجا ای یطلبون لها زیغا و میلا لموافقت اهوائهم و قضاء حاجاتهم و اغراضهم، که در دین کجروی میخوان، یعنی دین را بر اساس هوای نفس، خواهشات نفس تفسیر میکنن، توجیه میکنن. شما ببینید بیشتر کسانی که در
مسیر خرافات هستند، خرافاتی ها، اینها بر اساس هوای نفس توجیه میکنن، تفسیر میکنن، لذا اونها هم در این داخل هستند. اولئک فی ضلال بعید، اینها در گمراهی هستند که از حق فاصله دارند، در گمراهی بسیار دوری هستند، گمراهی بسیار عمیق. و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم. حالا اینجا خدای عزوجل دلیل نقلی اجمالی از انبیاء گذشته ذکر می‌فرماید. ما نفرستادیم هیچ رسولی را مگر به زبان قومش فرستادیم. هر پیامبری به زبان قومش آمد، لیبین لهم، تا که برای اونها بیان کند. مقصد بعثت همه اینه که هر پیامبری آمده تا اینکه روشن بکند. به همین خاطر کتابی اگر برای این پیغمبر آمده، صحیفه آمده، به زبان قوم آمده. اما وقتی که این کتاب آمده، فیضل الله من یشاء و یهدی من یشاء، همانا خدا گمراه کرد هر کسی را که خواست، یعنی اونها بجای صراط مستقیم کجی را گرفتن و هدایت فرمود هر کسی را که خواست. حالا عرض کنم خدمت شما که اینجا بحث مختصری بنده عرض می کنم. قبلا این بحث را گفتم خدمت شما. بسیاری میگویند که ما هر پیامبری را فرستادیم به زبان قومش فرستادیم، همونطور که قرآن گفته، تا که خوب روشن بیان کند. لذا از اینجا معلوم میشه که پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت رسول صلی الله علیه و سلم در میان قومش آمده و کتاب هم به زبان همون هست، یعنی به زبان عربی هست. لذا پیغمبر عرب ها هست. همون چیزی که امروز در میان بسیاری از مردم ما این زمزمه شنیده میشه، تبلیغاتش هست. این تبلیغات از سوی اهل الحاد هست که بیشتر حس ناسیونالیستی دارن، میگویند که پیغمبر و این دین مال عرب هاست، مال عجم ها نیست، مال ایرانی ها نیست، مال فارسی ها نیست. ما خودمون اگر بریم تحقیق کنیم، بررسی بکنیم، به زبان خودمون، به زبان فارسی قبل از این پیامبر زیاد داشتیم، دنبال اونها باشیم. بالاخره بعضی میگن که دنبال آهورا باشید، بعضی میگن دنبال زرتشت باشید، دنبال فارسی زبانان خودتون باشید. چرا دنبال پیامبری افتادید که اون مال عرب هاست، یعنی به شما مربوط نیست، رضی بالله. حالا ببینید هدف کتاب خدای عزوجل هدایت است. همیشه کتاب ها که آمدند برای هدایت و راهنمایی انسان ها آمدند و برای هدایت لازم هست که انسان معنا و مطالبات هدایت را بداند. هدایت چی میخواهد؟ اون کتاب از ما چی میخواهد؟ چه مطالبه ای دارد؟ خب انسان معمولا چیزی را میفهمد که به زبان خودش باشد. اگر به زبان دیگری باشد چیزی را انسان نمیفهمد. به همین دلیل است که سنت الهی است که هر قومی که قبل از همه مخاطب هستند کتاب به زبان اونها میاد. حالا پیامبر عظیم الشأن ما تنها برای یک قوم نیامد، اما ابتداء مبعوث شدن در میان عرب، در میان عرض کنم عرب زبان ها. به همین دلیل قرآن به زبان عربی آمد. حالا وقتی که قرآن به زبان عربی آمد، معنای این نیست که آن حضرت صلی الله علیه و سلم فقط پیامبر عرب ها بود.
چنانچه خیلی از مستشرقین بر این اصرار دارند که پیغمبر عرب ها هست. ما میگیم نه، پیامبر همه هست، چون خداوند عزوجل در قرآن کریم میفرماید و ما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا و نذیرا، برای جمیع مردم فرستادیم. خود رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث شریف هست، آن حضرت صلی الله علیه و سلم میفرماید که من 5 تا ویژگی دارم که بقیه انبیا ندارند، 5 تا خصوصیت دارم که بقیه انبیا این خصوصیت را ندارند. یکی از اون 5 تا کان النبی صلی الله علیه و سلم یبعث الى قوم خاصه، کان النبی علیه السلام یبعث الى قوم خاصه، هر پیامبری وقتی که مبعوث میشد فرستاده میشد به سوی قوم خاصی فرستاده میشد. اما من نه، و بعثت الى الناس عامه، این در صحیح بخاری است، بعثت الى الناس عامه، به سمت همه مردم فرستاده شدم. حالا وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم به سمت همه فرستاده شده، باید قرآن مجید از زبان عربی به زبانهای دیگر هم ترجمه بشه، مطلب خدا به زبانهای دیگر هم گفته بشه. بالاخره وقتی که برای کافت الناس هست، نمیشه که این قرآن به همه زبانها نازل بشه، به همون زبان اولی نازل میشه، بعداً وظیفه علما هست که به زبانهای دیگر این قرآن را منتقل بکنند. و این کار از زمان صحابه رضوان الله علیهم اجمعین آغاز شد. علامه سرخسی، شمس الائمه سرخسی در کتاب خودشون در المبسوط نوشته که این کار در زمان خود رسول الله صلی الله علیه وسلم آغاز شد. اولین کسی که این کار را کرد حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه است. ایشون بود که بخشای از قرآن را، سوره های از قرآن را همون زمان به زبان فارسی برگرداند. پس این کار در زمان خود پیامبر عظیم الشان استارت خورد. بنابراین درسته که قرآن به زبان عربی هست، چون اولین مخاطب عرب ها هستند، اما آیات زیادی هست که منظور قرآن، هدف نزول قرآن مجید همه انسانیت هست. وقتی که همه انسانیت هست، پس باید به زبان همه انسان ها در بیاد. لذا الله می فرماید ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا، این الان دلیل نقلی از موسی است. همانا ما فرستادیم موسی را همراه با دلائل خودمان، آیات خودمان، هم آیات تکوینی هم آیات تشریعی. اما مقصد بعثت موسی چی بود؟ اون چیزی که در همین سوره هم خواندید که از وقایع دنیوی و اخروی اونها را بترسن از ایام الله. ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، اینکه بیرون کن قومت را از تاریکی ها به سوی نور. تاریکی ها راهای کفر و شرک و گمراهی زیاد هستند. به همین خاطر فرمود که ظلمات به صورت جمع فرمود. اما راه ایمان، راه نجات، راه یکتاپرستی فقط یک راست، نفرمود الی الانوار، بلکه فرمود الی نور، چون راه نجات یکیه، همون توحید هست. بله، و ذکرهم بایام الله. حالا من یک نکته خدمت شما اینجا عرض بکنم. اون نکته این هست که از اینجا معلوم میشه که مقصد اصلی بعثت این هست که انسانها را، انبیا انسانها را از کفر و شرک نجات بدهند. من الظلمات، منظور از ظلمات چی هست؟ کفر و شرک هست. پس ما هم اگر میخواهیم در مسیر انبیا باشیم،
پیرو انبیا باشیم برای ما کافی نیست که فقط مسلمان ها را دعوت بدیم و بگیم که فقط مسلمان های خود ما اصلاح بشن. بی نمازی بیاد نماز بخونه، اونی که روزه نمیگیره روزدار بشه، اونی که زکات نمیده به پرداخت زکات قانع بشه. این هم یه دعوتی هست، ولی هدف اصلی دعوت باید این باشد که انسانیت از تاریکی ها، از کفر، از شرک، از غیر الله پرستی بیاید به سوی ایمان، یکتا پرستی، نور هدایت. پس نباید در امر به معروف و نهی از منکر خودمون را از کفار بیگانه بدانیم و احساس بکنیم که وظیفه ما در قبال اونها نیست، وظیفه ما فقط در قبال خود مسلمانان است. نه، هدف اصلی ببینید چیه؟ به موسی علیه السلام گفته میشه که اخرج قومک من الظلمات، از ظلمات کفر و شرک. وظیفه اصلی باید این باشه، الی النور، به سوی نور و ایمان. اما به چه صورت تبلیغ بکن؟ روش تبلیغ یکی از روش ها این است که و ذکرهم بایام الله، آنها را به وسیله ایام الله تذکر بده. ایام الله خدمت شما عرض کردم واقعات دنیوی و اخروی، حوادث و اتفاقات بسیار بزرگی که در این دنیا اتفاق افتاده و یا اینکه در آینده اتفاق میفته به شکل عذاب دنیوی و یا اینکه از واقعات اخروی بترسان، از عذاب قبر، عذاب در برزخ، سختی های حشر، بعد از حشر پل صراط، بعد از آن جهنم. همه اینها از اینها بیم بده. بله، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. همان در اینها اشاره فی ذلک چی هست؟ ایام الله، در بیان ایام الله. وقتی که از ایام الله برای اینها سخن بگویی آیات و نشاناتی هست، اما برای هر انسانی که صبار و شکور باشد، یعنی در مقابل مصیبت ها صبر می کند، در مقابل نعمت ها شکر می کند. بالخصوص وقتی که واقعات گذشتگان را بگی برایشون، عذاب ها چون می بینه الان برای ما عذاب نیست، شاکر میشه. اگر حالت سختی برای ما باشه صابر میشه. انسان ساخته میشه، اصلاح میشه با بیان این نوع وقایع. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ. حالا از همون وقایع دنیوی واقعات قوم خود موسی است. چه روزهای سختی قوم موسی داشت. حالا برای ما جای شکر است که ما به اون روزها گرفتار نشدیم. چه روزهایی با فرعون داشت. فرعونی‌ها چقدر شکنجه دادند، چه بلاهایی که سر آنها آوردند. الله می فرماید و اذ قال موسی لقومه اذکروا نعمت الله علیکم. زمانی که موسی به قومش گفت ای قوم یاد کنی نعمت خدا را که بر شما هست. اذ انجاکم من آل فرعون، زمانی که الله شما را نجات داد از آل فرعون که یسومونکم سوء العذاب، شما را می چشانیدن عذاب بد، عذاب سخت. اون عذاب چیه؟ و یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، ذبح می کردن فرزندان شما را، پسر بچه های شما را، و زنده نگه می داشتن دختران شما را. و فی ذالکم، در این چیز، فی ذالکم اشاره ذالکم چی هست؟ به نجات دادن است. از انجاکم، وقتی که اشاره به انجا باشد، نجات دادن باشد، اون وقت بلا به معنی نعمت میشه. بلا به معنی چی هست؟ چون ما قبلا خواندیم بلا دو معنی داره، یکی نعمت و یکی امتحان. پس و فی ذالکم، در این نجات دادن، بلا من ربکم عظیم، نعمت عظیمی از جانب پروردگار شما بود، رب شما بود.
اینکه خدا شما را نجات داد و فی ذالکم، این نعمت بزرگی بود، لطف بزرگ پروردگار. دوم اینکه فی ذالکم اشارهش به یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم باشه، یعنی اینکه بچه‌های شما را می‌کشتند و دخترک ها زنده نگه می‌داشتند، در این امتحان بزرگی بود. بلا اون این وقت به معنی چی میشه؟ امتحان میشه. و فی ذالکم، پس بلا به معنی یا ابتلاس یا انعام است. و در این کشتن بچه‌ها و زنده نگه داشتن دخترک ها بلا من ربکم، یعنی ابتلای از جانب رب بود، اما بلا عظیم، ابتلای بزرگ بود. اما ببینید خدا شما را نجات داد. خب و اذ تأذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم. حالا الله تعالی میفرماید که یاد کن زمانی که اعلام کرد ربت. اینجا اعلام پروردگار به وسیله حضرت رسول صلی الله علیه وسلم اعلام کرد، یعنی به وسیله من محمد صلی الله علیه وسلم. رب چی فرموده؟ که ای بندگان من، اگر شما شاکر بودید در نعمت شما می افزایم، اما اگر ناسپاس بودید نعمت را از شما میگیرم به جای خود که عذاب سخت میدم. و اذ تأذن ربکم، زمانی که اعلام کرد رب شما به وسیله من محمد اعلام کرد، لئن شکرتم لازیدنکم، ای بندگان من اگر شما شکرگزار بودید البته که من می افزایم در نعمت ها، ولئن کفرتم، اما اگر ناسپاسی کردید ان عذابی لشدید، همانا عذاب من سخت است. و موسی علیه السلام به قوم چی گفت؟ ای قوم شما اگر ایمان بیاورید از ایمان شما به خدا فایده نمیرسه، کفر کنید هم ضرری نمیرسد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا. موسی گفت ای بنی اسرائیل اگر شما کفر کردید، نه تنها شما بلکه شما و من فی الارض جمیعا، تمام انسان های روی زمین کفر کردند، همه پشت دادند، انکار کردند، هیچ ضرری به الله نمیرسد. چرا؟ فلا یضره، مثلا جوابش مقدره به دلیل این علت اون جواب است. فإن الله لغنی حمید، همانا الله بی نیاز است از ایمان شما، از هدایت شما، و خداوند ذاتی است که ستوده شده است برای ستایش او مخلوقات بسیار زیادی است. پس این تبلیغ موسی بود، دلیل نقلی موسی که قوم خودش را چگونه بیم داد. حالا الله عزوجل اشاره میکنه به بعضی از وقایع. گفتیم در این سوره بیم دادن از وقایع هست، هم وقایع که همون ایام الله هست، چه وقایع دنیوی چه وقایع اخروی. حالا اینجا اشاره به بعضی از وقایع دنیوی. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود. آیا پیش شما نیامد اخبار کسانی که قبل از شما بودند، یعنی قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، والذین من بعدهم، و اونهایی که بعد از اونها بودند، لا یعلمهم الا الله، تفسیر اونها را هیچ کسی بجز الله نمیداند. اما خلاصه نبی اونها و خلاصه اخبار اونها چی هست؟ قرآن میگه جاءتهم رسلهم بالبینات، رسول آنها با بینات آمد، با معجزات آمد پیش اونها، پیامبران پیش اون امتها، الذین من قبلکم، پیش اونها کی آمد؟ پیامبران. اما چیکار کردن در قبال دعوت انبیاء؟ فردوا ایدیهم فی افواههم، اونها برگرداندن دستهایشون را در دهانشون. یعنی چی دست به دهان کردند؟ بعضی این را به صورت مختلف تفسیر کردن. بعضی میگویند دست به دهان گذاشتن خودشون دست را به دهان گذاشتند،
این اشاره به چیه؟ به انکار. یعنی ما ساکت بشی، برای ما حرف نزنید. همین امتها، ملتها دست را روی دهانهای خودشون گذاشتن. این یک معنا. یا دوم اینکه دست را در دهان بردند، یعنی به وسیله دندان انگشت خودشون را گزیدند که این علامت عصبانیت هست. یعنی خیلی ما ناراحتیم از این تبلیغی که شما داری میکنید. از بس که عصبانی شدن دست خودشون را، انگشت خودشون را لای دندانها گذاشتن. این دو توجیه، بعضی این را گفتن، بعضی میگن نه، دستهایشون را یعنی ملتها گذاشتن در دهان انبیا، یعنی دهان اونها را بستند که شما حرف نزنید. پس به معنی حقیقی نیست که دهانشون را بستن، یعنی اونها را گفتن که شما به ما تبلیغ نکنید، گویا دست به دهان اونها گذاشتن. بالاخره چی گفتن این امتها ضمن اینکه از اونها خواستن که بیشتر تبلیغ نکنند؟ وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به، همانا ما کفر کردیم، انکار کردیم آن چیزی که شما به آن فرستاده شدید، یعنی پیامی که شما فرستاده شدید که توحید و یک تا پرستی، ما قبولش نداریم. و انا لفی شک مما تدعوننا الیه مریب، همانا ما در شک هستیم، شک از آنچه که ما را فرا می‌خوانید. شکن، شک تنوین برای تعظیم، شک بزرگی هستیم از آنچه که ما را فرا می‌خوانید. سوی او مریب، مریب هم به معنی اون شک است. لذا بعضی میگویند که تأکید هست و برای بیان بزرگی شک است. بعضی به این صورت ترجمه میکنن ما در شکی هستیم از اون چیزی که ما را به سوی فرا می‌خوانید. مریب، شک بسیار بزرگ. ما در تردید هستیم، تردید و شک بسیار بزرگ. پس این را به همون معنی شک میکنند، اما با مبالغه. اما بعضی ها میگویند که وقتی که شک خیلی بزرگ باشد انسان را سرگردان میکنه، انسان دچار سرگردانی میشه. لذا ترجمه میکنه ما در شکی هستیم از اون دعوتی که تو ما را میکنی، سرگردان. اینقدر یعنی شک همون معنی، یعنی شک ما خیلی زیاد است. اما رسول چی گفتند؟ اینا وقتی که گفته انا کفرنا، ما انکار میکنیم، ما قبول نداریم، قالت رسول افی الله شک کن. آیا شک درباره مسئله که خیلی واضح است، فی الله یعنی فی توحید الله، درباره یگانگی خدا شما شک دارید؟ درباره اینکه فقط خدا پرستش بشه شک دارید؟ در حالی که دلیلش خیلی واضح است. دلیل یگانگیش فاطر السماوات والارض، او به تنهایی خالق آسمان ها و زمین است. ما این دلیل را خیلی زیاد هم خواندیم که خدا میفرماید کسی دیگه خالق آسمان ها و زمین است، یا خالق بخشی از آسمان ها و زمین، یا به عنوان همکاری با خدا در پیدایش آسمان ها و زمین که پشتیبانی کرده باشه، حمایت کرده باشه، شریک شده باشه، نیست. خدا پس در خلق آسمان ها و زمین همه کفار و مشرکین قبول داشتن منفرد است، واحد است، تنهاست. پس چرا در عبادت با او دیگران را شریک میکنی؟ افی الله شک کن. این دلیل وحدانیت خداست که فاطر السماوات والارض، آفریننده آسمان و زمین، از ابتدا هست. فاطر یعنی از آغاز، بدون الگو، بدون نمونه برداری. يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. اون خدا شما را فرا میخواند تا که شما را ببخشد، شما را دعوت میده به سوی توحید که اگر شما موحد شدی شما را ببخشد. لیغفر لکم من ذنوبکم، از گناهان شما ببخشد شما را و در دنیا عذاب ندهد. و یؤخرکم الی اجل مسمى، و شما را مهلت بده تا مدت معینی عذاب نیاورد برای شما. اما
گفتگوی اول اونها درباره خود توحید بود که ما مشکل داریم قبول نداریم. گفتگوی دوم اونها درباره خود رسالت. گفتن ما پیامبری شما را هم قبول نداریم، شما از طرف خدا باشید، چون بشر نمیتونه نماینده خدا باشه. نماینده خدا، چون خدا از نور است، نماینده شما باید از نور باشه. اونها می گفتن قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، شما نیستید مگر بشری هستید مثل ما هستید، لذا دعوتگر نیستید. تريدون ان تصدون عما كان يعبد آباؤنا، شما میخواهید ما را باز بدارید از آن دینی که عبادت میکردند پدران ما، از آن خدایانی که آنها را پدران ما عبادت میکردند. اگر شما راست میگویید فأتونا بسلطان مبین، برای ما دلیل آشکار بیاورید، یعنی معجزات روشن، معجزه بیارید، اون معجزات که ما میخواهیم. پس این طلب معجزه، معجزه مطلوبه مقترحه در همه امت ها بود. اما جواب رسول میگفتند که ای قوم ما فقط نذیر و بشیریم، ما بشر هستیم بله، اما برای بیم دادن آمدیم، برای بشارت دادن آمدیم. کار ما معجزه نیست، معجزه اون یک قدرت خارق العاده ای هست که به دست خداست. قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، پیامبران گفتند ما نیستیم مگر بشر مثل شما، ما مثل شما انسان، بله فرشته نیستیم. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، اما این الله است که احسان میکنه بر هر کسی که بخواهد از بندگانش. این که اعتراض نداره، این که اعتراض نداره. خدا بر هر کسی از بندگانش احسان میکنه، نبوت بهش میده. ببین خداوند عزوجل بعضی از بندگان هستند که اعتراض میکنن برای بعضی از نعمتها. مثلا میگن ابو جهل و ولید میگفتن چرا به ایشون به پیامبر عظیم الشان نبوت داده شده، چرا به ما داده نشده؟ خیلی ها هستند که درباره نعمتهایی که خدا به بعضی از بندگان داده میگویند که چرا اونها اون نعمت را دارن ندارن. ببین در دنیا طبیعی هست، انسان ها متفاوت هستند، انسان های برخوردار غیر برخوردار، بهره‌مند غیر بهره‌مند. یکی هست که عالم هست، یکی هست جاهل، یکی هست پزشک دکتر است، دیگری هست که مریض همون دکتره. یعنی یکی را خدا تعالی پزشک قرار داده، یکی را مریض قرار داده، یکی را باسواد، یکی را بی سواد. پس این تقسیم الهی هست. همچنین که در این بقیه مناسب انسان ها اعتراضی ندارند، وقتی که به دین میرسه اعتراض میکنند. مثلا یکی هست از نظر سرمایه به اوج سرمایه داری رسیده، اما دیگری به اوج فقر، دستش به سوی سرمایه دار بلنده. یکی را الله تعالی صلاحیت ها و کمالات داده، یکی دیگه بی هنر است، هیچی بلد نیست. خب این هم بستگی داره به اون نعمت های پروردگار که به بندگانش متفاوت میده و هم به تلاش بندگان. اما خیلی از نعمت ها هستند که با تلاش حاصل نمیشه، مثل نبوت. پس ببینید همونطور که در مناسب دنیوی هیچ کسی اعتراض نداره چرا این پادشاه شد، این گدا شد. خب یکی را خدا پادشاه قرار داد، یکی گدا، همون گدا هم اعتراض نداره که چرا اون پادشاه است. هر کسی را خدا هر چیز قرار داد. چرا در رابطه با مناسب دینی مردم انتقاد دارند؟ می گفته اگر پیامبری هست چرا به شما رسید به ما نرسید؟ این خدا هست. همونطور که در بقیه مناسب دنیوی خدای عزوجل متفاوت قرار داده،
در برابر مناسب دینی هم نباید. اگر یکی را پیامبر قرار داده بقیه اطاعت کنند، بقیه اعتراض نکنند که چرا ما نشدیم. لذا اونها همین اعتراض را میکردند. اونها چی میگفتند؟ میگفتند که شما مثل ما انسان هستید. پیامبران میگفتند بله، ان نحن الا بشر مثلكم اما ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. اما خداوند عزوجل با رسالت منت میگذارد و لطف میکنه بر هر کسی که بخواد از بندگانش. وما كان لنا ان نأتيكم بسلطان الا باذن الله. اما این بخش که شما گفتید معجزه میخواهیم، اون معجزه به دست ما نیست. لذا هیچ کسی نباید از احادیث معجزه برای ربوبیت، برای معبودیت، برای اینکه پیغمبران صفات خدایی دارند استدلال بکنه. معجزه‌ای در دست پیغمبر میبینه بگه که معلوم میشه که پیغمبران متصرفند، پیغمبران مرده را زنده میکنند، پیغمبران نمیدونم رزق و روزی میدهند، مائده نازل. اینا معجزه است، اینا در اختیار پیغمبران نیستند. در یک مقطعی خدا برای اثبات صداقت اونها نشان داده، اما اصل معجزه کلیدش به دست الله است. لذا همه پیامبران همین گفتن وما كان لنا ان نأتيكم بسلطان الا باذن الله. برای ما نیست، یعنی در اختیار ما نیست، در قدرت ما نیست این که بیاریم برای شما معجزه بیاوریم الا باذن الله، مگر باذن الله. وعلى الله فلیتوکل المؤمنون. این خلاصه توحید است. خلاصه توحید اینه که انسان باید توکلش را بر خدا بکنه. هر نعمتی که خدا داده به هر کسی به هر قدری داده. وعلى الله فلیتوکل المؤمنون. فقط و فقط باید بر خدا توکل کنند مؤمنان. وما لنا الا نتوکل على الله. حالا موانع را رفع میکنه. آخر چرا ما توکل نکنیم؟ ببین خدا چه نعمت‌هایی به ما داده. وما لنا الا نتوکل على الله. چه شده ما را که توکل بر خدا نکنیم در حالی که وقد هدانا سبلنا، ما را راهنمایی فرموده به راههای ما. راه منظور از سبل چی است؟ منافع دارین. منافع هر دو دنیا را خدا به ما نشون داده. چیکار کنیم هم در این دنیا موفق بشیم هم در اون دنیا. ولنصبرن على ما آذیتمونا. و ما انبیا، جماعت انبیا، حتما صبر میکنیم بر اون چیزی که شما ما را شکنجه میدید. وعلى الله فلیتوکل المتوکلون. و فقط بر خداوند باید توکل بکنه، توکل کنن دیگه. پس ببینید دو تا گفتگو ما خواندیم. یک گفتگوی درباره توحید بود، دوم درباره رسالت بود. این گفتگوی سوم هست. وقتی که از نظر استدلال مردم کم آوردند، معاندین کم آوردند، به تهدید پرداختند. همون که معروف است تنگ آمد به جنگ آمد. همیشه کسانی که کم دارند، کسانی که منطق و دانش ندارند، وقتی که از نظر سخن و از نظر استدلال و منطق کم بیارند، به زور متوسل میشن، به تهدید و ارعاب متوسل میشن. لذا اونها همین کار را کردند. وقال الذين كفروا لرسلهم. کسانی که کفر کردند به پیامبرانشان گفتند لنخرجنكم من ارضنا. البته که ما شما را بیرون میکنیم از بلادمان، از سرزمینمان. او لتعودن فی ملتنا. یا اینکه شما برگردید به دین ما، به آیین ما. اما در چنین زمان تهدید خدای عزوجل پیامبران خودش را تقویت کرد، تسلی داد، وحی فرستاد که شما نگران نباشید، شما استقامت کنید بر همین مسیر یکتاپرستی. این ظالم ها که شما را تهدید میکنند، ما اینها را هلاک میکنند. همیشه وقتی که اهل حق میبینند تهدید از سوی دشمن هست، بیشتر باید به خدا رجوع کنند، بیشتر در خدا را بزنند، تضرع و نیایششون بیشتر باشد.
لذا الله میفرماید فاوحی الیهم ربهم، به اون انبیای تهدید شده ربشان وحی کرد که لنهلکن الظالمین، البته که ما هلاک میکنیم ظالمان را، اینها را نابود میکنیم. و ای انبیا، ای مؤمنان، شما را به جای اونها ساکن میکنیم. ولنسکننکم الارض من بعدهم، البته حتما شما را ساکن میکنیم در اون زمین، در اون باغ و بستان ها بعد از اونها، یعنی اونها را هلاک میکنیم، جانشینان اونها در زمین شما خواهید بود. اما این نجات، این لطف در حق چه کسانی خواهد بود؟ کسانی که مؤمن واقعی. ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید، این برای کسی هست که از ایستادن در محضر من پروردگار بترسد، یعنی از معاد و قیامت میترسد، و خاف وعید، و از وعید خدا، یعنی بعد از اینکه انبیا وعید کردند از اون وعید میترسد، از عذاب اخروی میترسد. بالاخره اینجا خدای تعالی به صورت خلاصه میفرماید واستفتحوا، این واستفتحوا عناد قوم هست. اونها از انبیا چه خواستند، چه مطالبه کردند؟ فیصله را. واستفتحوا یعنی طلب فیصله کردند. طلب فیصله همینی که در به تعبیرهای دیگری شما خواندید در قرآن مجید، فأتنا بما تعیدنا، ای پیامبر، ای رسول، هر چی که شما وعده میکنید ما را میترسونید بیارید. میگفتن که بیارید فیصله بکنیم، یک سر بکنید کار را، یا ما بمانیم یا شما. واستفتحوا یعنی طلب فیصله کردن. اما الله عزوجل میفرماید که وقتی که اونها طلب فیصله کردن، خدا هم فیصله کرد. چطور خدا فیصله کرد؟ فیصله خدایی به این صورت شد که وخاب کل جبار عنید، هر انسان عرض کنم ظالم، اینجا وخاب کل جبار، هر مسلط، هر ظالم و ستمگر که معاند بود خائب و خاسر شد، ناکام و نامراد شد. لذا جبر به معنی ظلم هم میاد، به معنی جبران کننده هم میآید. وقتی که صفت خدا باشد جبار به معنی اینکه برای بندگان خودش جبران میکنه، به بندگان همه چیز میده. اما وقتی که برای چی باشد، برای انسانها باشد، به معنی ستمگر، به معنی ظالم میاد. این ستمگران معاند ناکام شدند. یعنی چه؟ یعنی وقتی که از خدا فیصله کردن، خدا هم فیصله کرد که اونها را هلاک کرد، اونها را نابود کرد. خدا همه اونها را کشت. حالا بحث اینه که وقتی که اونها از خدا فیصله کردن، خدا هم فیصله کرد اونها را نابود کرد، داستان تمام شد؟ نه، این تازه اول داستان است. بعد از این دنیا یک دنیای دیگه هست که اونجا جهنمی هست که برای ابد و سرمد در اون می سوزن. من ورائه جهنم، پشت سر این فیصله، بعد از این عذاب دنیا، بعد از این هلاکت خدا برای اونها آورد، جهنم هست. اون جهنمی که در اون جهنم و یسقا من ماء صدید، آب زرداب، اون آبی که حاصل زخمای اون هست، از اون آب داده می شود. یتجرعه، چنان آبی که جرعه می فرو نمی رود از حلق، از بس تلخه، از بس کثیف، از بس که خوردن نمیشه، جرعه قطره فرو می برد. ولا یکاد یسیغه، و نزدیک نیست، یعنی نمی تواند او را فرو ببرد. چنان سخت میشه که انسان تمنای مرگ میکنه. الله میفرماید اسباب مرگ میاد، اسباب مرگ همین انواع بدبختی ها، انواع مصیبت ها، عذاب ها، اما خود مرگ نمیاد. خود مرگ گاهی انسان وقتی که خیلی در زحمت و در تکلیف باشد آرزو میکند که این زحمت، این رنج تمام بشه با مرگ بیاد تا راحت بشم.
اما الله میفرماید به اوج شکنجه داده میشه، اما خود مرگ نمیاد. و یأتیه الموت من کل مکان، مرگ میاد از هر سمت، از هر طرف. و ما هو بمیت، اما خودش نمیآید، خود این انسان نمیمیرد. و من ورائه عذاب غلیظ، پشت سر این عذاب سختی هست، یعنی اون ورش در جهان آخرت. حالا اونجا کسی که اگر عمل کرده باشد در دنیا، خوب برخورد کرده باشد، آیا این اعمال به دردش هم نمیخورد که عذاب سخت؟ الله عزوجل مثال بیان میفرماید برای کفار که اعمال کفار هرگز به درد نمیخورد، چون کفر، این صفت کفر چنان صفتی هست که تمام اعمال را از بین میبرد، تمام اعمال را میسوزاند. مثل آتش که چگونه هیزمها را میسوزاند و اونجا چی میماند؟ خاکستر میماند. خاکستر به درد میخورد؟ نه، خاکستر را هم باد منتشر میکند. لذا الله میفرماید مثل الذین کفروا بربهم، مثال اونهایی که کفر کردن به ربشان، یعنی به توحید ربشان، اعمالهم کرماد اشتدت، اعمال اونها مثل اون خاکستری هست که اون خاکستر نتیجه آتش هست، اما اون خاکستر چنان شدید است که اشتدت به الریح فی یوم عاصف، با تندی میوزد بر آن باد در روز طوفانی و سخت وزنده‌ای. همه خاکسترها را باد میبرد، چیزی نمیماند. لذا مشرکین در آخرت و کفار از اعمال دنیویشون چیزی عایدشون نمیشه. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، بر آن چیزی که کسب کردند هرگز قادر نخواهند بود. ذلک هو الضلال البعید، این گمراهی بدور از حق است. حال الله عزوجل بعد از اینکه از این وقایع اخروی بعضی از اقوام که کفار باشن بیان فرمود که یکی از اهداف این سوره بیان وقایع هست، مجدد مبحث توحید، دلیل دوم عقلی توحید بیان میشه. الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق، آیا ندیدی، یعنی خبر نداری که الله تعالی آفرید آسمان ها و زمین را برای اظهار حق؟ اینا را خدا آفرید تا قدرت خودش را نشان بده. این یشأ یذهبکم و یأتی بخلق جدید، اینجا اشاره هست به عذاب دنیا، وقایع دنیوی. همانطور که اقوام گذشته خدا نابود کرد، شما مخاطبینی که انکار میکنید توحید را، شما را هم اگر خدا بخواهد میبرد و یأتی بخلق جدید، خلق جدیدی میآورد. و ما ذلك علی الله بعزیز، این بر خداوند مشکل نیست. و برزوا لله جمیعا، این وقایع دنیوی بود. حالا وقایع اخروی، حالا ببینید همین هایی که غیر الله را پرستش میکنند، عابدان و معبودان در روز آخرت چه حال زاری خواهند داشت. اینا در دنیا چطور برای همدیگه قربانی میدن، برای همدیگه گاو و گوسفند میکشند، اما در آخرت از همدیگه بیزار. این نمونهش. و برزوا لله جمیعا، آشکار میشوند، ظاهر میشوند برای الله همگی، یعنی در محضر الله قرار میگیرند. حالا تابعین، پیروان کفر و شرک چی میگویند؟ فقال الضعفاء للذین استكبروا، ضعیف ها میگویند، ناتوان ها، عابدین پیروان، اونها میگویند للذین استكبروا، به اربابان مستکبرشان، به رؤسای شرک و کفر، به اون مشایخ و استادهای کفر خودشون میگویند انا كنا لكم تبعا، ای فلانی، ای انسان ها، ما در دنیا تابع شما بودیم، ما گوش به حرف شما بودیم، حالا شما خواسته ای داریم چیه؟ فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شیء،
آیا شما هست می توانید دفع کنید، دور کنید از ما، از عذاب خدا چیزی را، بخشی از عذاب را بکاهید، کم کنید؟ اونها چی میگویند؟ میگویند که اگر ما کاری می توانستیم بکنیم برای خود ما می کردیم. لو هدانا الله لهدیناکم، اگر ما را خدا راهنمایی می کرد ما هم شما را راهنمایی می کردیم. اگر برای ما در دنیا مشخص می شد که راه حق غیر از این است، ما هم شما را می گفتیم، ولی ما خود ما گمراه الان اینجا به عذاب گرفتاریم. لذا اون چی که از عذاب است کم نمیشه، نه از ما نه از شما، چه داد و فریاد بکنیم چه نکنیم. ببینید در دنیا انسان یه چیزی به انسان امید میده، اون چیه؟ صبر هست. میگن صبر بکنید بالاخره یه روزی میشه که این مصیبت تمام بشه. حداقل اگر با چیزی دیگه مصیبت دنیا تمام نشه، با مرگ تمام میشه. نه یک کسی سرطان دارد شب و روز درد میکشه، شما بهش میگی صبر کن آخر تمام میشه. اگر با خوب نشه بالاخره میمیرد هم دردش تمام میشه. ولی اونجا خدا میفرماید که اون رؤسای کفر و شرک به تابعان خودشون میگن ما چه داد و فریاد بکنیم چه صبر کنیم، تمام نمیشه. نه با مرگ تمام میشه نه با حل مشکل. سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، بر ما برابر است که داد و فریاد کنیم یا صبر کنیم. ما لنا من محیص، برای ما هیچ مخلصی نیست، هیچ رهایی نیست. پس ببینید اینها هم دیگر را ملامت میکنن، تابع و متبوع. عرض کنم که کسانی که مرید اونها بودن و رؤسای شرک و کفر به مریدانشون، اما در این میان نقش اصلی را کی ایفا کرده؟ شیطان. این هم گمراه کرده، اون هم گمراه کرده. شیطان هم لنگش گیر است، او هم باید اینجا مجازات بشه، اون هم عذاب گرفتار بشه. او بدبخت برای رهایی خودش را تبرئه میکنه، ولی من نه تبرئه میشه نه آزاد و رها میشه. وقال الشیطان لما قضی الامر، شیطان میگویه وقتی که امر تمام میشه، تمام مقدماتش به پایان میرسد، او چی میگه؟ ان الله وعدكم وعد الحق، همانا الله با شما وعده کرد وعده راست. و وعدتكم فاخلفتكم، من ابلیس با شما وعده کردم اما وعده من خلف وعده بود، من هر آرزوی تمنایی میدادم تخیل بودم. و ما کان لی علیکم من سلطان، اما برای من هیچ نوع تسلطی بر شما نبود، نمیتونستم به زور شما را گمراه کنم. الا ان دعوتكم، مگر ابزاری که به دست من بود این بود که شما را فرا خواندم، دعوت دادم به سوی گمراهی. فاستجبتم لی، شما خودتون با اختیار خودتون مرا اجابت کردید. لذا امروز ببینید از من گلایه داشته نباشید، از من شکایت نکنید. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مرا ملامت نکنید، خودتان را ملامت بکنید. و امروز از منم انتظار داشته نباشید من به داد شما برسم. ما انا بمصرخکم و ما انتم بمصرخیه، نه من میتوانم به فریاد شما برسم و نه شما میتوانید به فریاد من برسید. لذا من از شما بیزارم. شیطان از تابعان خودش در اون دنیا اعلام براءت میکند. انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، من انکار میکنم دیگه قبول ندارم به اون چی که شما مرا شریک میکردید قبل از این در دنیا. قبل از این در دنیا شیطان را با خدا شریک میکردن، نه شیطان را پرستش میکردن. حالا شیطان گاهی به شکل انس بود، گاهی به شکل جن بود. بالاخره بل کانوا یعبدون الجن، شما قبلا خواندید در واقع شیاطین را مردم عبادت میکردن. ان الظالمین لهم عذاب علیم، همانا چنان ظالمانی که غیر الله را پرستش کردند برایشان عذاب دردناک است. خب بعد از اینکه شیطان هم اعلام براءت میکند از کفار و مشرکین، کفار و مشرکین از رؤسایشان و رؤسایشان از آنها هم اعلام براءت میکنند، همه در جهنم میسوزند، نه شیطانی میماند، نه رئیسی نه مروسی،
همه تو جهنم. اما این جهنم، این عذاب برای اهل کفر، اهل شرک. الحمدلله که جای اهل ایمان جهنم نیست. پس تکلیف اهل ایمان اینجا بشارت است درباره اهل ایمان توضیح داده شده. و ادخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات، داخل کرده میشوند کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، اینها را داخل میکنند کجا؟ جنات تجری من تحتها الانهار، در اون جناتی که جاری است از زیر اون جنات، از زیر کاخها و درختهایشان نهرها جاری هستند. خالدین فیها باذن ربهم، همیشه در اون جنات هستند به اذن پروردگارشان. تحیتهم فیها سلام، خوش آمدگوی این اهل بهشت در بهشت فقط سلام سلام، به هم دیگه سلام میگویند. یعنی بغیر از سلام گفتن که جمله دعاییه و جمله ترغیب و خوش آمدگویی است، دیگه هیچ سخن ناگواری، ناراحت کننده، نگران کننده اونجا وجود ندارد. پس این بشارت. و اون اولین وعید و تهدید. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه. حالا اون چیزی که در گذشته ما خواندیم، در آیات گذشته بیان دو چیز بود. یکی بیان شرک و نتیجه شرک و مشرکین و در قیامت چه خبر. یکی بیان مؤمنین و ایمان و نجات که الان شما خواندید. بعد از این خدای تعالی به وسیله مثالی هر دو را تفهیم می کند. مشرک که مشرک است به خاطر کلمه شرک. کلمه شرک کلمه بیریشه‌ای هست. کلمه شرک کلمه بی اساسی هست، سطحی هست. انسان گمراه وقتی به اون کلمه متوسل میشه، اون کلمه نمیتونه انسان را نگه داره. تا انسان متوسل میشه ریشه سر زمین هست، زود کنده میشه، یعنی قابل استمساک نیست. اما کلمه توحید و کلمه طیبه ریشه دار است، مثل یک تنه درخت بسیار پر ریشه که هرچه خود را به او محکم بگیری و آویزان بکنی اون ریشهش اصلا تکان نمیخورد. این فرق توحید و شرک است، ایمان و کفر است. الله میفرماید الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه. آیا دیدی چگونه الله بیان میکنه مثال را؟ مثال چی؟ مثال یک کلمه ای که طیبه است، کلمه ای که زیبا است، کلمه ای که کلمه توحید است. لا اله الا الله، این را جلالین تفسیر کرده. لا اله الا الله. مثال این کلمه کشجرات طیبه، مثل درخت طیبه هست، مثل درخت زیبایی هست که اصلها ثابت، اصل ریشه اون درخت ته زمین ثابت است. و فرعها فی السماء، فرعش، جزیاتش، شاخ و برگش در آسمان، همه جا بالاخره میوه میده. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، اون میوهش را هر آن میده به اذن پروردگار، چون ریشش به آب هست، بالاش هم خیلی بالا هست، همیشه میوه. و یضرب الله الامثال للناس، الله تعالی بیان میکنه مثال ها را برای مردم، لعلهم یتذکرون، تا اینکه مردم پند بگیرند، تا اینکه مردم موعظه حاصل کنند. این مثال توحیده و کلمه طیبه هست. انسان وقتی که انسان خودش چون ایمان بالغیب داری، اینکه متوسل به کلمه توحید شده، چقدر در زمین ریشه دارد این کلمه و چقدر انسان میتواند به این کلمه، به نجات در این کلمه، به نجات در این مسیر مطمئن بشه. این از مسائل غیب است، با چشم نمیتونیم ببینیم، اما قرآن که میگه باید باورش کرد، اعتماد کرد. اما مثال دوم، مثال اون کسی است که اون کلمه شرکی داره،
کلمات شرکی یعنی اعتقادات شرکی. بالاخره اون کلمه اعتقاد ایجاد میکنه. اعتقادات شرکی اینها ریشه در زمین ندارند. انسان زود بالاخره انسان هلاک میشه. الله میفرماد و مثل کلمت خبیثة، مثال اون کلمه که کلمه خبیثه هست، یعنی کلمه شرکی هست، کلمه که در آن عبادت غیر الله هست، کشجرة خبیثه، مثل اون درخت خبیث هست که هیچ نفعی انسان در اون درخت نمی بیند، مثل حنظل یا همون که ما به زبان محلی میگیم هندوانه ابو جهل. این به ظاهر تو زمین ریشه داره، اما نه، این ریشهش سطحیه. اگر شما محکم بکشید از ریشه در میاد. اونم بیشتر زمین هایی که نرم هستن، نه زمین های زود در میاد. لذا مثال کلمه شرک همینه، ریشه دار نیست برای انسان را نجات نمیده. انسان تا خودش را به اون بگیره با او از بین میره. لذا الله می فرماید کشجرات خبیثة، مثل اون درخت خبیثه که اجتثت من فوق الارض. اجتثاث میگویند از ریشه برکنده شدن. اجتثت یعنی از ریشه برکنده شده، اما نه اینکه ریشهش عمیق باشه ته زمین باشه، ریشهش همین سطحی است، من فوق الارض، از سطح زمین، بالای زمین. ما لها من قرار، این درخت هیچ قراری ندارد. این درخت بالاخره استقراری نداره، ریشه نداره، زود کنده شد. لذا یثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. کسانی که ایمان دارند، کسانی که اون کلمه طیبه را دارند، اون کلمه ریشه دار را الله اونها را ثابت می فرماید، ثابت قدم می کند. بالقول الثابت، با سخن ثابت، یعنی با لا اله الا الله، با کلمه توحید، در زندگی دنیا و در آخرت. یعنی در دنیا هم ایمان به دردشون میخورد، در آخرت هم. فرشتگان چی گفتن؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره و یضل الله الظالمین. اما ظالمین را خداوند گمراه میکند و یفعل الله ما یشاء، خدا هر چی که بخواهد. حالا ظالمین را چطور گمراه میکنن؟ بعضی میگه این درباره آخرت است، یعنی در آخرت ظالمین حجتی ندارند، عاجز میمانند، به گمراهی کشیده میشوند. و یذل الله الظالمین عن حجتهم فی قبورهم، در قبر حجتی نمیتونه ارائه بدن. کما ظلوا فی الدنیا بکفرهم، همان گونه که در دنیا با کفر گمراه. لذا وقتی که به همین خاطر ثباتی ندارن، هر وقتی در قبر از اونها پرسیده میشه که دین شما چی هست، خدای شما کی هست، میگن لا ندری، ها لا ندری. پس این دلیل عدم ثبات است. و یفعل الله ما یشاء، اون چه که الله بخواد انجام میده. لذا همه چیز با مشیت و اراده الهی انجام میگیرد. الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله کفرا، اینجا اشاره به بعضی از وقایع اخروی هست. کسانی که نعمت خدا را تبدیل به کفر کرد. نعمت خدا چی هست؟ بسیاری از اهل تفسیر میگن وجود نازنین حضرت رسول صلی الله علیه وسلم. این آیه اشاره دارد به مردم مکه. خدا به مردم مکه نعمتی داد، اما اینها قدردان این نعمت نبودند و این نعمت را تبدیل کردند به هلاکت، چون ناسپاسی کردند. چطور خدا به مردم مکه نعمت داد؟ اولا که قبل از بعثت رسول الله اسکنهم الله فی حرمه، اسکنهم الله حرمه. خداوند کجا اونها را اسکان داد؟ در حرمش. و جعلهم قوام بیته، خداوند اساس اون بیت را به دست اینها داد، اینها شدن متولیان اون بیت. و بعد خدا به این نعمت اکتفا نکرد،
بعد از اون محمد صلی الله علیه و سلم را فرستاد، اهل مکه را اکرام کرد با فرستادن محمد و اکرمهم به محمد. حالا اونها همه این نعمت ها را ناسپاسی کردن. فکفروا نعمت الله، تفسیر بحر المحیط. لذا اینجا این اشاره به اهل مکه هست که اینها نعمت خدا را انکار کردن، هم عذاب دنیا برایشون هست هم عذاب آخرت. الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله، آیا دیدی آنهایی را که تبدیل کردند نعمت الله را به کفر، به جای اینکه شکرگزار نعمت الله باشند ناشاکر شدند. و احلوا قومهم دار البوار، و آنها فرود آوردند قومشان را به دار هلاکت، یعنی نابود شدند. اون دار البوار کجاست؟ جهنم، یعنی جهنم که یصلونها، داخل اون جهنم میشوند. و بئس القرار، جهنم قرارگاه بسیار بدی هست. حالا این بیچاره ها در آتش میسوزند، در جهنم قرار میگن، چیکار کردند؟ خب خواندیم بدلوا نعمت الله. خب بدلوا نعمت الله یعنی چیه؟ یعنی این وجعلوا لله اندادا لیضلوا عن سبیله، اونها برای خدا شریک قرار دادند، لیضلوا عن سبیله، تا از راه خدا گمراه کنند. شریک قرار دادند که این سبب گمراهیشون شد، از راه خدا فاصله گرفتند. حالا در دنیا اگر چند روزی هستن بمانند. قل تمتعوا، بهره بگیرید، بخورید، بیاشامید، استفاده کنید. چرا؟ فإن مصيركم إلى النار، بازگشت شما به سوی آتش است. بالاخره با این کفر و شرک باید به آتش برگردید. اما بندگان مؤمن خدا، بندگان مخلص، اونهایی که دارای صفات خوب مثل نماز، طاعت، بندگی، برای اونها بشارت است. قل لعبادی الذین آمنوا، به بندگان من، این نسبت شرافت است. خدا بندگان را میگه عبادی، بنده من. قل لعبادی الذین آمنوا، بگو به بندگان من، آن بندگانی که ایمان آوردن، به اقتضای ایمان عمل کنن. اقتضای ایمان چیه؟ ایمان چی میخواد؟ چی تقاضایی داره؟ یقیم الصلاة و ینفقوا، عبادات انجام بدن، عبادات بدنی، عبادات مالی، اقامه کنن نماز را و خرج کنن مما رزقناهم، از آنچه که ما به اونها رزق دادیم خرج کنن، هم سرا هم علانیتا، هم مخفیانه هم علنی. من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلال، قبل از اینکه فرصت را از دست بدن خرج کنن، قبل از اینکه بیاید آن روزی که نه، در آن روز داد و ستدی است. اینجا در دنیا خیلی مشکلاتت را میتونی با معامله حل کنی. گرسنه میری نان میگیری، مشکل حل میشه. تشنه میری نوشیدنی میگیری. یا اینکه اینجا دوستی هست که دستت را میگیره، دوست دست دوست را میگیره. اونجا نه معامله هست نه دوست. من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلال، قبل از اینکه بیاید آن روزی که لا بیع فیه، هیچ نوع معامله ای نیست و نه دوستی هست، خله ای هم نیست. همه چیز بر اساس قانون ضابطه. عمل خوب داشتی برخورد خوب، عمل بد داشتی برخورد بد. الله الذي خلق السماوات والارض، باز هم دلیل سوم هست و اثبات توحید. خداوند ایام الله را ذکر میکنه، وقایع را ذکر میکنه، دوباره دلایل که بالاخره این قوم به صورتی بفهمد، مسئله را درک کند. الله الذي خلق السماوات والارض، تفصیل این دلایل را خواندیم. الله آن ذاتی است که آسمان ها و زمین را آفرید و انزل من السماء، از آسمان آب نازل کرد. سما، حالا هر چی که بالای سر آسمان است، کل ما علاک فهو السما، ابر پایین تر است، اونجا نیست.
فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، بیرون کرد به وسیله اون آب از انواع میوه‌ها رزق برای شما. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، مسخر کرد برای شما، تابع شما قرار داد کشتی را تا که این کشتی جاری بشه به امر خدا. وسخر لكم الانهار، نهرها را مسخر کرد برای شما، تمام نهرهای بزرگ، رودخانه‌های بزرگ برای شما انسان‌ها. وسخر لكم الشمس والقمر دائبین، مسخر کرد تابع کرد برای شما خورشید و ماه را که هر دو تابع شما هستند، دائبین یعنی تابع شما. وسخر لكم اللیل والنهار، و همچنین برای معیشت و آرامش و خواب شما مسخر کرد برای شما شب و روز را، همه هر یکی برای یک فایده. خورشید یک منفعتی دارد، ماه یک منفعتی دارد، شب یک فایده، روز یک فایده، همه اینها را. علاوه از اینها که اینها را خدا خودش تشخیص داد برای رفاه شما، زندگی آرام شما، آسایش شما، اینها لازم هستند. هر چی که شما خودتون خواستید هم خدا داد، صحت و سلامتی، فرزند و اولاد، مسکن، زن. و آتاکم من کل ما سألتموه، از هر آنچه که شما از او سوال کردید به شما داد. چقدر نعمت داده، نعمت ها را نمیتونی بشمارید. و این تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر بشمارید نعمت الله را احاطه نمی کنید، نمی توانید برشمارید. ان الانسان لظلوم کفار، اما انسان بر خود ستم کننده هست و ناسپاس است. این همه نعمت باز هم ناسپاسی، باز هم عدم اطاعت از خدا. بعد از این الله عزوجل دلیل نقلی ذکر میکنه از ابراهیم، چون اینجا بود الله الذي خلق السماوات والارض الى آخره. خداوند همه این دلایل را برای چی یا مثل و کلمات و مثال ها برای توحید بود. مثال توحید مثل همون درخت استوار است و دلیل توحید الله الذي خلق السماوات، همه اینها برای اثبات توحید است. حالا دلیل نقلی از ابراهیم ببین، ایشون هم آمد برای اثبات توحید، برای نفی شرک، برای نفی بت پرستی. و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا، زمانی که ابراهیم دعا کرد بار اله این شهر را، شهر مکه را شهر امنی بگردان، شهر امنی. همون زمان امنیت مکه تامین شده بود از طرف الله. و جنوبنی، حتی مشرکان اعتقاد داشتن به امن بودن او، مشرکان که اعتقاد به توحید نداشتن اما در حرم امن الهی اگر قاتل پدر خودشون را میدیدند تعرض نمی کردن، گفتن اینجا در حرم جای جنگ نیست. بس این به برکت دعای ابراهیم بود، رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، و مرا دور کن و اولاد من را از این که ما عبادت کنیم بتها را، از بت پرستی مرا و اولاد من را دور. مگر همین قریش اولاد ابراهیم نبودن؟ چرا دعایش قبول نشد؟ مفسرین نوشتن که ابراهیم علیه السلام اولاد خودش را نام برد بنیه. ابراهیم 8 فرزند داشت، 2 اسماعیل و اسحاق هستن، یکی دیگه مدین هست، 5 دیگه بودن. هیچ یک از این 8 بت پرست نبودن. منظور اینجا بنیه هست، اولاد من. رب انهن اضللن كثيرا من الناس، همانا این غیر الله، این بتها گمراه کردن بسیاری از مردم را. فمن تبعنی، هر کسی که از این به بعد پیرو من باشد، یعنی خدا را فقط عبادت کنه، فانه منی، او از من است. اما و من عصانی، هر کسی نافرمانی من را بکند، فانک غفور رحیم، بار اله بخشاینده و مهربان تو هستی. یعنی باز هم ابراهیم، چون که ان ابراهیم لأواه حلیم، خیلی نرم خو نرم دل بود، باز هم اشاره میکنه هدایتش کن.
فانک غفور رحیم. دیگه عذاب نگفته. هر کسی که نافرمانی کرد تو اسباب مغفرت را فراهم بکن، یعنی هدایتش کن تا بخشیده بشه و مهربان تو هستی. لذا ابراهیم علیه السلام به دستور خداوند عزوجل اسماعیل و هاجر را در اون حرم اسکان داد. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد، بار الها من اسکان دادن از اولاد خودم در این وادی غیر ذی زرع که هیچ نوع زراعت و کشتی نیست. عند بیتک المحرم، نزد بیت محرم تو، اون بیت تو که قابل احترام هست. اینها را اینجا گذاشتم تا خدای عبادت تو احیا بشه. ربنا لیقیموا الصلاة، بار الها تا اینکه اینها نماز بخوانند. به این دلیل فجعل افئدة من الناس تهوی الیهم، بگردان دلهای مردم را که متمایل بشه، یعنی در دل مردم رغبت عبادت پیدا کن، اشتیاق پیدا کن. علامت هدایت انسان ها این هست که به سمت هدایت، به سمت عبادت اشتیاق دارد. و علامت گمراهی هم اینه که وقتی که اونها را تبلیغ بکنی اصلا شوقی ندارد، عدم اشتیاق. تهوی الیهم، مشتاق بگردن، متمایل بگردن به این سمت عبادت. وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، انواع خوراکی ها، میوه ها یا انواع معکولات اینها بده تا شاکر تو باشد. و بعد ابراهیم علیه السلام به مناجات ادامه داد. بعضی میگه این دو اسم اعظم است. ربنا انك تعلم ما نخفی و ما نعلن، بار الها تو میدانی آنچه که ما در دل مخفی میکنیم و آنچه که علنی میکنیم و بر زبان میآوریم. و ما یخفى علی الله من شیء، این تعمیم بعد از تخصیص، این ادخال الهی است. خدا میگه هیچ چیزی بر خدا پوشیده نیست. و ما یخفى علی الله من شیء، مخفی نیست بر الله هیچ چیزی. فی الارض ولا فی السماء، نه در زمین و نه در آسمان. الحمدلله، باز هم کلام ابراهیم، الحمدلله الذي وهب لي على الكبر اسماعیل و اسحاق. تمام ستایش و تمام تعریف برای الله، آن ذاتی که بخشید به من بر پیری، با وجود پیری، اسماعیل اسحاق را. ان ربی لسمیع الدعاء، همان رب من شنونده هر فریاد است. من فریاد زدم او شنید، او اجابت کرد. لذا دعای دیگر ابراهیم، این دعاهای ابراهیم دعاهای بسیار جامعی هستند. به همین خاطر ما امر شدیم این دعاها را بخوانیم و نقل این دعاها هدفدار است. خدا نقل میکنه تا ما بخوانیم. مثل یکی از جامع ترین دعاهایی که میگویند انسان بخواند در پایان نماز، دبر صلوات و قبل از سلام گفتن، بعد از درود گفتن، همین دعا هست. این دعا از چه جهت جامع هست؟ کامل هست، کلی هست. هم دعا هست برای نسلت میکنی، اولادت، احفادت، نسلت. هم دعا برای اصولت میکنی، جد و پدر و گذشته. هم دعا میکنی برای اصلاحت که ما را اقامه کننده نماز بگردان. رب اجعلنی مقیم الصلاة، بار الها قرار بده من را خاصتا اقامه کننده نماز. همه اعمال را انجام بدم، بالخصوص نماز همیشه. و من ذریتی، و بعضی از ذریه من میدونستن که همه قابل هدایت نیستن. ربنا و تقبل دعا، بار الها دعای من را هم قبول بفرما و بپذیر. و علاوه از این هدایت، مغفرت.
ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، بار الها هم مرا ببخش، هم پدر و مادر من را، هم اتباع من را، پیروان من را، بقیه مؤمنین را. یوم یقوم الحساب، بالخصوص در اون روزی که حساب قائم میشه، مردم برای حساب برمیخیزند و برای حساب بلند میشوند. در اون روز ما را مورد مغفرت خدا قرار بده. در سوره مبارکه ابراهیم بیان وقائع بود، واقعات. از واقعات دنیوی و اخروی بترسان، بیم بده. بعضی از وقایع و عذابهایی که در دنیا آمدند نسبت به اونها بیم داده شد، حالا در این آیه شریفه در رابطه با واقعات اخروی هست. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، یعنی هرگز خداوند عزوجل را غافل و بیخبر مپندار از آنچه که ظالم ها انجام میدن به دلیل مهلت دادن. چون خدا داره مهلت میده، امهال خداوند عزوجل را، مهلت دادن خداوند عزوجل را مبنی بر بیخبری خدا ندان. خدا بیخبر نیست، خدا خبر دارد که بندگانش چیکار میکنند. اما چرا مؤاخذه نمی کند؟ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار. جزی نیست که خداوند مؤخر می کند آنها را. یؤخرهم ای یؤخرهم الله، خدا زود مؤاخذه نمی کنه، مؤخر می کند برای روزی که در آن روز چشمها به پایین افتاده. چشمها به پایین افتاده یعنی از شرمندگی. مجرم ها سرهایشون پایین هست، مهطعین، با شتاب به سوی داعی می روند، به سوی اون کسی که فرا می خواند به سمت میدان محشر، اونها را فرا می خواند و دعوت میده، با سرعت می روند. مقنعی رؤوسهم، یعنی سرهایشان بالا هست، به بالا نگاه میکنه، یه وقتی از بالا اتفاقی نیفته، چیزی به سرشان نیفته. لا یرتد الیهم طرفهم، چشمهایشان به سوی اونها بر نمیگردد، از بس که نگاه میکنند وحشت دارن. و افئدتهم هوا، دلهای اونها از شدت هول چی هست؟ هوا، خالیه، در دل هیچ چی نیست، هیچ نمیدونه چیکار بکنند، هیچ اراده‌ای، هیچ برنامه‌ای برای تدبیر، برای نجات وجود ندارد. لذا اگر خدا در دنیا عذاب نمیده و اینها را مقدار این مهلت خدایی مغرور کرده، خدا برای اون روز گذاشته. اون روز واقعا روز سختی است، اون روز وحشتش بسیار زیاد است. لذا الله تعالی می فرماید که مردم را بترسان. حالا از چی بترسن؟ بعضی میگن این اشاره به عذاب آخرت است، اما بیشتر معتقدم اشاره به عذاب دنیا است، از عذابی که در دنیا هم میآید. فقط عذاب در آخرت نیست، فقط لیوم تشخص فیه الابصار نیست، بلکه در دنیا هم. وانذر الناس یوم یأتیهم العذاب، بترسان مردم را. پس عند البعض این تخویف اخروی است، اما عند البعض تخویف دنیوی است. بترسان مردم را یوم یأتیهم العذاب، از روزی که عذاب پیش آنها می آید. عذاب دنیوی به دلیل چی؟ که ربنا اخرنا الى اجل قریب، اجل قریب همون تا موت است. پس بعضی میگه عذاب دنیوی. فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قریب، میگویند کسانی که بر خود ستم کردند، بر خود ظلم کردند، بار الها ما را مؤخر کن، فرصت بده تا مدت نزدیک.
یک فرصت دیگه بده، 4 روز دیگه به ما فرصت بده. میخوای چیکار کنی؟ نجب دعوتک و نتبع الرسل، ما دعوت توحید تو را اجابت میکنیم و از رسول تو، از پیامبران تو پیروی میکنیم. الله عز وجل میفرماید اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال. الان فرصت میخواهی که از این دنیا نروی، در حالی که شما قبلا سوگند یاد میکردید که ما لکم من زوال، برای شما پایانی نیست. منظور از پایان چیه؟ هر انسان معتقد است که میمیرد. چه کسی است که مرگ را انکار بکند؟ هیچ کسی انکار نمی کند، نه کافر نه مشرک، همه مرگ را قبول دارند. منظور از این زوالی که با عذاب باشد. شما میگفتی یعنی هیچ عذاب نمیاد، حالا چطور میگه به ما فرصت بده؟ و الله عزوجل میفرماید همین قد عبرت نگرفتید از اینکه جایی که شما زندگی میکردید قبلا دیگران زندگی میکردند. تو این باغها دیگران بودند، تو این کاخها و ویلاها دیگران بودند، در این قصرها دیگران بودند، حالا شما هستید. این فکر نکردید که شما هم فردا میمیرید و دیگران به جای شما میآیند؟ همین برای انسان از نظر درس کافیه. و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم، شما سکونت کردید، شما زندگی کردید در خانه های کسانی که بر خود ظلم کردند. و تبین لکم کیف فعلنا بهم و ضربنا لکم الامثال، برای شما واضح شد ما چگونه با اونها برخورد کردیم و مثال ها را برای شما بیان کردیم. مثال در گذشته هم شما خواندید، چندین مثال. لذا شما از اونها درس نگرفتید، برای اصلاح خودتون چاره ای نیندیشید. اونها که در گذشته بودند در خیلی اونها توطئه کردن، و قد مکروا مکرهم، اونها توطئه کردن توطئه خودشون را، و عند الله مکرهم، اما در علم خدا تمام توطئهشون بود، یعنی خدا از نظر علمی محاصره کرده بود. و این کان مکرهم لتزول منه الجبال، گرچه مکر اونها، توطئه اونها چنان بود که کوها از اون به سبب اون مکر چی بشه؟ از ریشه برکنده بشه، زائل بشه، ولی خدای عزوجل توطئه اونها را جلوگیری کرد. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. خب این عذاب دنیا بود، حالا این عذاب آخرت است. همونطور که در دنیا عذاب می آید در آخرت هم می آید. هرگز گمان نکن الله عزوجل را که وعده خودش را خلف می کند. وعده ای که کرده که انسان ها شما را در جهان دیگر زنده می کنم، خدا در اون جهان دوباره انسان ها را احیا می کند. فکر نکن که خدا خلف وعده می کند. ان الله عزیز ذو انتقام، بدون شک خداوند غالب است، دارای انتقام است. هم می تواند هم انتقام را از دشمنانش، از اونهایی که با خدا دیگران را شریک ساختند میگیرد. درباره قیامت خدای تعالی، چون این اشاره به عذاب قیامت است، درباره قیامت خداوند میفرماید یوم تبدل الارض غیر الارض. قیامت که بیاید زمین تبدیل میشه به غیر زمین، و السماوات، همچنین آسمان تبدیل میشه به غیر آسمان، و همه انسان ها در مقابل الله واحد قهار مسلط غالب همه آشکار میشن، ظاهر میشن، یعنی همه انسان ها در مقابل الله قرار میگیرن. حالا مفسرین اینجا بحث کردن که یوم تبدل الارض، زمین تبدیل میشه، به چه معنا هست؟ دو تا تفسیر عمده وجود دارد. یکی این که اصل زمین جابجا نمیشه، اصل زمین باقی میماند، صفت زمین عوض میشه. تبدل الارض یعنی چه؟ صفت زمین باقی نمیماند،
صفتش جا به جا میشه. مثلا حالا زمین ببینید چی داره، زمین کوه داره، غار داره، تپه داره، برآمدگی داره، پایینی داره. اون روز نه، زمین صاف میشه، مسطح میشه، هیچ برآمدگی وجود نداره. روایتی از ابو هریره رضی الله تعالی عنه هست که همین تفسیر را راجح می کند. اون روایت هست که همان گونه که پوست گوسفند را در نظر بگیر، پوست را می کشی، اگر برآمدگی هست هم صاف میشه، اگر ته رفتگی هست هم چی میشه؟ صاف میشه. زمین کشیده میشه، هرچی که کوه و تپه و چاله و اینا هست اینا برابر میشه، بالا و پایین میشه. تبدل الارض غیر الارض به این معنی هست که هیچ برآمدگی و ته رفتگی نمیماند، هموار میشه. بعضی این تفسیر را کرده، این تفسیر از ابن عباس هم منقول شده. اما تفسیر دیگر از ابن مسعود رضی الله عنه هست که ایشون میفرماید که به جای این زمین تبدیل و تغییر صفت نیست، خود زمین است. به جای این زمین یک زمین دیگری را خداوند میارد که اون زمین اصلا جنسش از نقره هست. این روایت از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه هم ذکر شده که زمین از چی هست؟ از نقره هست. یه روایت دیگه هست از حضرت سهل بن سعد که ایشون میفرماید در قیامت پیغمبر فرمود همه شما در یک زمین سفیدی جمع میشوید. معلوم میشه که اصلا خود زمین جا به جا میشه، چنان زمین سفیدی که هیچ نشان و اثری بر اون باقی نمیماند. حالا زمین فعلی هر اثری شما داشته باشه روش باقی میماند. راه میرید جای کفشتون هست، چاله میزنید اون چاله هست، خانه میسازید بالاخره هر اثری الان روی زمین میماند، اما بر اون زمین هیچ اثری باقی نمیماند. و علامه قرطبی هم همین را ترجیح میده، تبدل الارض غیر الارض، میگه معنیش اینه که خود زمین عوض میشه و آسمان ها تبدیل میشن و سماوات. یعنی چه؟ بعضی این را هم گفتن به معنی صفتش، یعنی آسمان به این حالت نمیماند، تمام ستاره هایش میفته، تمام ما ارز کنم خورشید و ماهش بی نور میشه، میفته، جمع میشه، بساط همه جمع میشه و آسمان بدون همه این چراغ هایی که در دنیا دارد بدون اینها میماند. پس و السماوات به این معنی است. اما معنی دیگرش نه، اصلا آسمان عوض میشه. شما قبلا خواندید که آسمان حالت انشقاق و انفطار و پاریدگی به خود میگیرد. علاوه از این آسمان کلا بساطش جمع میشه. از سیدنا علی روایتی است که البته این روایت ها ضعیف هستند، روایتی است که آسمان از طلا هست. آسمان از چی میشه؟ از طلا. زمین تو اون روایت ها زمین از نقره میشه، آسمان از طلا. بس این دو روایت هست، تبدل الارض غیر الارض و السماوات، یعنی صفت زمین صفت آسمان، یعنی خود زمین و خود آسمان. از همه این اقوال امام رازی رحمه الله در تفسیر کبیر برای خودش یک نظر خاصی را ذکر کرده که ایشون در اون نظر منفرد است. ایشون میگه زمین غیر زمین میشه، آسمان غیر آسمان میشه، چون در آخرت همه چیز تمام میشه، زمین و آسمان تمام میشه، فقط چیز قائم میشه؟ بهشت و جهنم هست. لذا زمین بخشی از جهنم میشه، آسمان بخشی از بهشت میشه. زمین جزء چی میشه؟ جزء جهنم میشه و آسمان از بهشت میشه. الله اعلم. لذا الله میفرماید یوم تبدل الارض غیر الارض، روزی که زمین تبدیل میشه به غیر زمین، و السماوات آسمان تبدیل میشه به غیر آسمان، و برزوا لله الواحد القهار، همه ظاهر میشوند در مقابل الله یگانه، آن اللهی که قهار هست، آن اللهی که غالب و مسلط است. و ترى المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد، میبینی مجرمان را در آن روز که بستند
در زنجیرها بستند. مجرم همه زنجیر هست و قید هست. سرابیلهم من قطران، لباس های اونها، پیراهن ها و جامه های اونها از قطران هست. قطران یه ماده آتش زایی هست، شبیه نفت، شبیه غیر. اینها را وقتی که آتش بگیرن آتش مشتعل تر میشه، شعله ورتر میشه. لذا این قطران ماده هست هم آتش زا و هم بسیار متعفن، وقتی که او بسوزد فضا را بوی میگیرد. لذا میفرماید و تغشا وجوههم النار، چهره های اینها را، چهره های این مجرمین را میپوشاند، آتش میپوشاند. لیجزی الله کل نفس ما کسبت. این تمام تشکیلات برای چی هست؟ تا که به کیفر اعمال برساند خداوند هر انسانی را بر اساس اون چی که عمل کرده. حالا همون سوال قبلی، حساب و کتاب این همه خلائق چطور ممکن است؟ ان الله سریع الحساب، الله زود حساب گیرنده است. وقتی که در دنیا با یک دکمه میشه تکلیف همه چیزها را روشن کرد، اونجا هم خدا زود حساب میگیره. هذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. بعد از این که در این سوره مبارکه شما وقایع را خواندید، در این وقایع هم دنیوی بود هم اخروی، هم خدای تعالی بیم دادند از عذاب دنیا و هم از عذاب آخرت. در پایان به منظور تصدیق رسالت آن حضرت میفرماید هذا بلاغ للناس، این پیامی هست که برسد به مردم از سوی خداوند توسط محبوبش حضرت رسول صلی الله علیه و سلم. هدف این پیام های چیه؟ پیام های الهی. خدای تعالی چرا این نوع وقایع را بیان میفرماید؟ بعضی جاها بیم میده، بعضی جاها بشارت میده. ولینذروا به، تا که مردم به وسیله اینها بیم داده بشوند، ترسانده بشوند، از خدا بترسند، آمادگی کنند. ولیعلموا انما هو اله واحد. اصل مسئله توحید است. اصل مسئله اینه که مردم بدانند که معبود یگانه است، بغیر از پروردگار یکتا دیگه معبودی وجود ندارد. بقیه معبودها تمام قلابی هستند، تمام پوشالی هستند، تمام عوضی هستند، تمام اصلی نیستند، دروغین هستند. ولیعلموا انما هو اله واحد ولیذکر اولو الالباب، تا اینکه عقلمندان پند بگیرند، نصیحت حاصل بکنند و خلاف دستور خدای عزوجل انجام ندهند.